اگر احساس میکنی هر دری که میزنی بسته میشه، اگه مدتی تلاش میکنی اما نتیجه نمیگیری، اگه احساس میکنی رزقت کند شده، کارت گره خورده و امیدت داره کم رنگ میشه، این ویدیو رو تصادفی باز نکردی. من نمیخوام فقط یک دعا به تو یاد بدم. میخوام کلیدی رو با تو در میون بذارم که وقتی درست استفاده بشه، نه فقط کار بلکه مسیر زندگی تو تغییر میده. اما یک حقیقت مهم وجود داره. اگه اون رو ندونی، حتی قوی ترین ختمه هم اثر نمیکنه. بس تا پایان همراه من بمون. گاهی مسئله فقط پول یا کار نیست. گاهی چیزی عمیق‌تر زندگی قفل میشه. تماس‌ها جواب داده نمیشن، پیشنهادها به نتیجه نمیرسن، پروژه‌ها نیمه کاره میمونن و آدم در سکوت خودش میپرسه خدایا چرا من؟ شاید تو هم این روزها همین سوال را داری. شاید شب‌ها بوده که بیدار موندی، به آینده فکر کردی، به قسط‌ها، به مسئولیت‌ها، به آبرو، به خانواده، به نگرانی‌هایی که کسی از اون خبر نداره. اما اجازه بده یه حقیقت رو همین ابتدا به شما بگم. هر گره که در زندگی میفته یا نتیجه انتخاب ماست یا دعوتی برای رشد ما. و گاهی خدا در رو نمیبنده بلکه مسیر اشتباه رو میبنده. همه ما وقتی از گشایش کار حرف میزنیم تصویر پول در ذهن خودمون رو میبینیم. اما گشایش واقعی 3 مرحله داره: گشایش ذهن، گشایش دل، گشایش بیرونی. اگر ذهن درگیر ترس باشه فرصت رو نمیبینه. اگر دل درگیر کینه باشه برکت رو نگه نمیداره. و اگر ایمان ضعیف باشه دعا به کلمه تبدیل میشه، نه اتصال. اینجاست که قرآن وارد میشه، نه به عنوان کتابی برای مراسم بلکه به عنوان نقشه باز کننده گره ها. سوره‌ای که همه ما بلدیم، بارها خوندیم، در نمازها تکرار کردیم. سوره کوچک با قدرتی عظیم. اما آیا واقعا فهمیدیم که چه بگوییم؟ سوره اخلاص، 4 آیه، ساده، کوتاه، اما از نظر معنا عمیق‌تر از اقیانوس. وقتی میگوییم قل هو الله احد، در واقع اعلام میکنیم که هیچ قدرتی مستقل از او نیست. وقتی میگوییم الله الصمد، اعلام میکنیم که همه نیازها به او برمیگردد. و وقتی این معنا در قلب بنشیند، وابستگی بیمارگونه به آدمها کم میشود و این همون لحظه ایه که رزق شروع به حرکت میکند. بیایید صادق باشیم. گاهی ما فقط دعا میکنیم اما اصلاح نمیکنیم. گاهی از خدا افزایش میخواهیم اما خودمون انسداد میسازیم. کینه ها، دل شکستن ها، حق و ناز، کمکاری، بی‌نظمی، ناامیدی. رزق فقط عدد حساب بانکی نیست. رزق انرژی است، جریان است، حرکت است و جریان وقتی راه پیدا می کند که مسیرش پاک باشد. چرا بعضی ها همین سوره را می خوانند و زندگیشان زیر و رو می شود اما بعضی ها تغییر نمی بینند؟ تصور کن نیمه شب، خانه در سکوت فرو رفته، همه خوابیدن، تو نشستی کنار پنجره، نگاهت به تاریکی است و در دلت می گویی دیگر خسته شدم. در همان لحظه آرام وضو بگیر، به عیسی آهسته بگو قل هو الله احد. شاید بیرون چیزی تغییر نکند اما درونت نرم می شود. اگر اشکی می آید بگذار بیاید. در آن لحظه تو دیگر تنها نیستی. باور کن هیچ دعایی در خلق گم نمی شود. اکنون روش انجام این ختم را بهتان می گویم. در یک روز پنجشنبه، زمانی که آرامش بیشتری داری، با وجود با تمرکز 4 رکعت نماز در 2 سلام، 2 نماز 2 رکعتی که می شود 4 رکعت در 2 سلام. نماز اول، رکعت اول بعد از حمد 11 بار اخلاص بخوان. رکعت دوم 21 بار اخلاص بخوان و در نماز دوم رکعت اول 21 بار اخلاص بخوان و در رکعت دوم 41 بار اخلاص بخوان. بعد از سلام 51 بار سوره اخلاص و 51 بار صلوات بفرست. به سجده برو و 10 بار یا الله بگو. اما این فقط ظاهر کار است. باطن کار چیست؟ باور، نه امتحان کردن، نه معامله کردن، نه شرط گذاشتن. فقط و فقط توکل و باور. راز اصلی اینجاست. همزمان با این ختم 3 کار انجام بده. اگر حقی بر گردنت هست ادا کن. اگر کسی را ناراحت کرده ای دلش را به دست بیاور. هر روز حتی 1 قدم عملی برای کار و رزق بردار. دعا جهت میدهد، تلاش حرکت میدهد، خدا برکت میدهد. اگر فقط دعا کنی و حرکت نکنی انگار بذر بکاری اما آب ندهی. رزق فقط پول نیست. رزق یعنی فرصت درست، آشنایی درست، آرامش شب و ذهنی که ناامید نمی شود. گاهی خدا اول آرامش می دهد بعد پول، چون اگر آرامش نباشد پول هم برکت نمی آورد. تصور کن چند هفته گذشته هنوز میلیونر نشدی اما اتفاقی افتاده. یک تماس غیر منتظره، یک پیشنهاد تازه، یک فکر نو، یک حس امید و تو میفهمی گشایش همیشه انفجاری نیست، گاهی تدریجی است، آرام، بی صدا، مثل طلوع خورشید. بزرگترین خطر بعد از دعا چیست؟ عجله.
وقتی فوری نتیجه نبینی شیطان در گوشت میگوید دیدی فایده نداشت، اما ایمان یعنی ادامه دادن. حتی وقتی هنوز نشانه‌ای کامل نیست. در دعا مداومت داشته باش، اما در ناامیدی مداومت نکن. اگر تاکنون همراه من بودی بدون که تو اهل امیدی. الان از تو میخواهم چشمهایت را چند ثانیه ببندی، در دل بگویی خدایا من به تو اعتماد میکنم. همین جمله میتواند نقطه آغاز گشایش باشد. در کامنت ها فقط بنویس خدایا من به تو توکل میکنم. این جمله را ساده نگیر. این یک اعلام درونی است. اگر کسی را میشناسی که این روزها دلش از رزق نگران است، این ویدیو را برایش بفرست. به امشب قبل از خواب یک بار اخلاص را با حضور قلب بخوان. شاید در بسته‌ای همین حالا شروع به باز شدن کرده باشد. به امید گشایش دلها و برکت در زندگی همه شما. الهی حکمت خدا با خواسته‌هاتون یکی باشه و امضای خدا پای تک تک آرزوهای قشنگتون. الهی آمین.